آینده حمل و نقل با تحول در سبک زندگی و تجربه هوشمندی از جابجایی انسان و اشیا همراهه. خودروها، دوچرخه‌ها، اتوبوس‌ها و حتی آبرای پیاده همه جزئی از این شبکه ارتباطی هستند. حمل و نقل هوشمند به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و سامانه‌هایی گفته میشه که ایمنی، بهره‌وری و پایداری مسیرهای شهری و بین شهری، ریلی، هوایی و دریایی رو افزایش میدن. در جاده‌ها، سنسورها، دوربین‌ها و داده‌های ماهواره‌ای جریان ترافیک، وضعیت هوا و تصادف‌ها رو به صورت لحظه‌ای پایش می‌کنند و مسیرهای بهینه رو به ناوگان حمل و نقل پیشنهاد میدن. در حمل و نقل ریلی، سیستم‌های کنترل خودکار قطارها باعث کاهش خطا، تأخیر و مصرف انرژی میشه. در حمل و نقل هوایی و دریایی هم تحلیل داده و هوش مصنوعی در مدیریت پروازها، مسیرهای کشتیرانی و بندرهای هوشمند نقش کلیدی داره. تبادل داده میان این مدل‌ها زنجیره‌ای از حمل و نقل یکپارچه رو میسازه که کالاها و مسافران رو از مسیر بزرگراه‌ها تا ریل‌ها و از آسمون تا بندر هدایت میکنه. خودروها که امروز اولین مهره‌های حمل و نقل هستند، در یک فرایند هوشمند با چراغ‌های راهنمایی و حتی آبرا ارتباط برقرار می‌کنند تا اگر خودرویی با سرعت زیاد به تقاطع نزدیک شد، هشدارها فعال بشن و جریان ترافیک به طور خودکار تنظیم بشه و احتمال آسیب به حداقل برسه. پارکینگ هوشمند یکی از فناوری‌های دیگه‌ای هستش که زندگی شهری رو آسان‌تر می‌کنه. سنسورها جایگاه‌های خالی رو شناسایی می‌کنند و اطلاعات اونها رو به اپلیکیشن‌ها می‌فرستند تا راننده‌ها پیش از رسیدن به مقصد جای پارک خودشون رو رزرو کنند. این فناوری نه تنها استرس و زمان هدر رفته رو کاهش میده، بلکه فضای آزاد شده رو برای مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه سواری فراهم می‌کنه. خودروهای خودران و وسایل نقلیه برقی بخش دیگه‌ای از حمل و نقل هوشمند هستند. این وسایل با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مسیرها مصرف انرژی رو کاهش میدن و امنیت رو بالا میبرن. ترکیب خودروهای برقی و شبکه‌های هوشمند شهری میتونه باعث کاهش قابل توجه انتشار کربن بشه تا بالاخره با آلودگی هوای مناطق شهری خداحافظی کنیم. حمل و نقل هوشمند یه تحول اقتصادی و اجتماعیه. ایجاد شغل‌های جدید در توسعه نرم افزارها، تحلیل داده‌ها، نگهداری زیرساخت‌های مورد نیاز و گسترده، هوشمندسازی شهرها، کاهش هزینه‌های سوخت و سلامت و افزایش بهره‌وری شهری همه بخشی از این تغییرات هستند. شما هم میتونید بخشی از این تحول باشید.